بله، بعد از مدت‌ها قانون جدید به نفع خانم‌ها تصویب شده که قرار عید امسال 1404 اجرایی بشه. دیگه زن و مرد با هم برابر شده. خانم‌ها میتونن بدون نیاز به اجازه همسر یا پدرشون مسافرت خارج از کشور برن. خانم‌ها میتونن گواهینامه موتورسیکلت بگیرن. انجام ازدواج موقت یا همون صیغه کلاً ممنوع شده برای آقایون و خانم‌ها میتونن کاندید ریاست جمهوری بشن و مورد آخر این که ارثیه زن و مرد کلاً برابر شده. بله، بعد از مدت‌ها قانون جدید به نفع خانم‌ها تصویب شده که قرار عید امسال 1404 اجرایی بشه. دیگه زن و مرد با هم برابر شده. خانم‌ها میتونن بدون نیاز به اجازه همسر یا پدرشون مسافرت خارج از کشور برن. خانم‌ها میتونن گواهینامه موتورسیکلت بگیرن. انجام ازدواج موقت یا همون صیغه کلاً ممنوع شده برای آقایون و خانم‌ها میتونن کاندید ریاست جمهوری بشن و مورد آخر این که ارثیه زن و مرد کلاً برابر شده.